در بهارالانوار دیدم که پررو نشستن چپ راست علی، گفتن علی خیلی حسودی، بی حیایی را حضرت فرمود آرام چه حسادت علی میگیم نه اینکه 50-60 ساله به ذهن شما جوان بود. گفت آقا چه حسادت، چه کم دارم که برای شما حسادت کنم؟ اینو من میگم، یعنی شجاعتم کمه، فضیلتم کمه، علمم کمه. چه حسادت؟ گفتن نه تو نذاشتی ما نفش قبر کنی، تو نذاشتی فاطمه را بیاری بیرون، تو نذاشتی ما به فاطمه نماز بخونیم. علی هم در جواب نگفت خوب چندن، فرمود بابا خانم خودش گفت نمیخوام اینا بیان بزنی.